مدیر یک مکتب میانه را در نویه شمس‌الدین شوین در جنوب تاجیکستان با گمان آزار جنسی دو خواننده مکتب بازداشت کردند. مقامات رسما حادثه را شرح ندادند، ولی یک منبع از مقامات انتظامی با شرط ذکر نشدن نامش روز 4 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که مدیر این مکتب را برای رفتار بیرون از آداب پداگوژی با خوانندگان دستگیر کردند. او گفت دو خواننده صنف‌های 10 و 11 این مکتب شکایت کردند که مدیر مکتب تلاش به بدن آنها دست رساندن کرده است. هنوز نسبت به مدیر مکتب پرونده باز نشده است. با گفته مصاحب رادیو آزادی او حالا در شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در این نوعیه نگهداری می شود. نزدیکان مدیر مکتب نخواستند موضوع را شرح دهند، ولی گفتند که به بیگناهیش باور دارند و امیدوارند به زودی رها می شود. در گذشته نیز چندین مورد بازداشت آموزگاران با گمان آزار جنسی و تجاوز به ناموس خوانندگان رسانه‌ای شده بود. از جمله 2 سال پیش آموزگار یک مکتب را برای تجاوز خواننده به 17 سال زندان محکوم کرده بودند. تیر ماه سال 2019 دادگاه نویه یاوان ولایت ختلان آموزگار یکی از مکتب‌های شهر نورک را با گناه به اصطلاح رفتار شهوانی به 17.5 سال زندان محکوم کرد.